سلام علیکم اکای حاجی میرزا، با دو سوال با شما مراجعت کردنی هستم. زنی روسی کتابی را گرفتن درست است یا نه؟ دوم، اگر یک آدم به تو نیکی میکند، خدمت میکند، ما در جوابش میگوییم که رحمت کلان، آیا این درست است؟ یعنی زنی روسی کتابی را گرفتن جایز است اگر زنی که یعنی با وجود پروردگار ایمان داشته باشد، اینا گرفتن جایز است. لیکن جایزی این هست، حقیقت دارد، آیت قرآن است. لیکن من برای همه شما برادرای عزیز، جوانهایی که زنگیر هستید، توصیه میدهم که از همین زنهای مسلمان خودمان زن گیرید. با یک ایمانی که اونها میارن لا اله الا الله محمد رسول الله میگویند، با اون شما فریفته نشوید. به هر حال هزار حیله دارن، هزار نیرنگ دارن. شما را میبینن جوانهایی که عرق نمی نوشین، شما را میبینن جوانهای زیبا هستین، شما را میبینن قوت و توانایی خیلی زیاد دارین، اونا برای خودشان شما را همچون استفاده میبرن. اون محبتی که این زن مسلمان به شما دارد، اون زنها به شما هیچ وقت این گونه محبت پیدا نمیکنند. برای مرد یعنی زمین خوب انتخاب کردن هم یکی از شرط ها هست. یعنی اون زمینی را که شما انتخاب میکنید، تصور کنید از او چگونه فرزندها باز به دنیا می آید. برای همین بهترین صورتش امروز به سر هر یک مرد قریب 2 زن 3 زن راست می آید. دخترهای خودمان به شوهر هستند. شما اگر دلتان با این ملت تاجیک میسوختگی باشد، از همین خواهر و از همین همسایه های خودمان ما و شما باید که زن گیریم. اینا برای ما و شما مهم و ضرور است، تا که خواهرها و تا که این دخترهایی که از ما و شما است، اینها بی‌راحت نشوند. بسیاری جوانهایی که امروز از روزها در رسی از زن گرفتن تا حال 5 سال و 6 سال میشد، اونها نمیمانند که اونها پیش پدر و مادرشان آید. حتی از بعضی هاش خبر میاد که همون حجت چه گرفته از دیگر در دستش نمیدهد، نمیگذارش که وای پیش پدر و مادرش آید. برای همین هیچگاه دل ما و شما را اون دخترهای روس نبرد. همین دخترهای مسلمانی که داریم الحمدلله برای ما و شما بهترین هستند، اینا خدمتگار هستند، اینا به قدر شما میرسند. دوم، هر یک انسانی که اگر به شما خدمت میکند، یک نیکی میکند، در جوابش رحمت کلام گفتنم میلش سخنی نیک است، سخنی خوب است. یا ما میگیم که منتدار هستیم، اینم نیک است، اینم بد نیست. لیکن پیغمبر خدا گفتند من صنع الیه معروف فقال لفاعله، کسی اگر به شما یک کاری نیک کرد، به همون انسان چی گوید؟ جزاک الله خیرا فقد ابلغ فی الثناء. انا این جواب گفتم پیغمبر بهترین جواب است، جزاک الله خیرا، خدا به تو جزای نیک دهد. جزا هم جزا گفته این پاداش میگن، خداوند به تو پاداش خوب دهد، اجر خوب دهد، جزاک الله خیرا. این بهترین جواب است در حالتی که اگر یک آدم در ما و شما خدمت کند. از رحمت کلان و از منت داریم و دیگرش این بهتر است که جزاک الله خیرا گفتن ما و شما.